جدیداً محبوبیت انرژی هسته‌ای تو کل دنیا داره بیشتر و بیشتر میشه. درسته که ما ایرانی‌ها از انرژی هسته‌ای تجربه‌های خوبی نداریم. بیشتر مردم فکر میکنن که انرژی هسته‌ای وقتی سوختش تموم میشه دیگه همه چیش تموم شده و پس مونده‌ای که باقی میذاره خیلی چیز خطرناکی میتونه باشه. این واقعاً درسته، چون که پس مونده‌های انرژی هسته‌ای همیشه باید نگهداری خاصی بشن برای هزاران سال. ولی یه نکته جالب اینجا وجود داره. زباله‌های هسته‌ای که درست میشه یه انرژی خیلی زیادی هنوز توش هست. اون پس مونده ها توش پر پتانسیل انرژیه و یه سری محاسبا میگه که همین الان همه پس مونده های هسته‌ای که وجود داره میتونه کل دنیا رو انرژیشو تامین کنه. اینجا وارد یه فناوری خیلی جالب میشیم. ما داریم به یه تکنولوژی میرسیم که بتونیم از پس مونده سوخت هسته‌ایمون انرژی درست کنیم. اسم این نوع ریاکتورها هست فست ریاکتورز یا بریدر ریاکتورز و به جای سوخت جدید میشه از زباله‌های سوخت‌های قدیمی استفاده کرد. حالا چرا این فناوری رو نمیبینیم تو زندگیمون؟ این به خاطر هزینه بالای اولیه این ریاکتورهاست. ساخت نیروگاهایی که میتونه همچین انرژی به ما بده خیلی سخته و سرمایه‌گذارا همیشه دنبال یه درآمد سریع. ولی الان یه چیزی هستش که کل این معادله رو عوض میکنه. اونم ماینینگ بیت کوینه. ماینرهای بیت کوین به مقدار زیادی برق احتیاج دارن و این ریاکتورها میتونن رو درآمد و برقی که این ماینرها نیاز دارن حساب کنن. این یعنی قبل از اینکه مشتریای شهری و صنعتی پیدا بشه، اینا میتونن آردی درآمد ایجاد کنن. در واقع بیت کوین میتونه نقش آخرین گزینه برای خرید انرژی رو بازی کنه. همین این موضوع داره ساخت نه فقط انرژی‌های هسته‌ای، بلکه نیروگاه‌های تولید انرژی رو اقتصادی تر میکنه. بعضی موقع فناوری‌های جدید یه کاری میکنن که فناوری‌های قدیمی که دیگه هیچ جایی تو زندگی ما ندارن دوباره زنده بشن و بشه از اونا استفاده کرد. به نظر جالب نیستش که یه شبکه پول دیجیتال میتونه به توسعه انرژی هسته‌ای کمک کنه؟ نظراتتو تو کامنت بنویس. تا ویدیوی بعد، خداحافظ.